یه دقیقه نزن وردی، میخوام شاتگان پلیرت کنم. فقط کافیه این فاکتورایی که میگم رو انجام بدی تا بتونی اینجوری راحت فست اسکوپ بزنی. چیز سختی نیست، نیاز به تمرین داره. اولین فاکتوری که شما باید داشته باشید اینه که هادتون 4 انگشتی باشه که کارتون رو ساده کردم و کدش رو توی چنل تلگرام گذاشتم. دومین فاکتور بیسیکه. شما باید تنظیمات بیسیکتون خوب باشه که اونم توی هایلایت پیجم تنظیمات بیسیک خودم گذاشتم، میتونید از اونجا بردارید. فاکتور سوم سنسیویتیه. شما یه سنس خوب داشته باشی که کد سنس هم توی چنل تلگرام گذاشتم که کارتون راحت باشه. حالا تو قسمت بیسیک یه گزینه ADS هست، اونو باید روی دومی حتما بذارید. حالا میریم سراغ آموزش. نگاه کنید بچه‌ها، وقتی میخواید فست ADS بزنید یا فست اسکوپ اینه که یه بار روی فست اسکوپ یا همون ایمتون میزنید، خب، و همزمان تیرو میزنه. یعنی یه بار ایم همزمان تیرو میزنید. این حالتی میشه. یه ذره تمرین میخواد، اینو انجام بدید، این حالتی میتونید بزنید. حالا این فست اسکوپ شما با موومنت میخوای بزنی که موومنت رو هم 3-4 تا پست توی پیجم آموزش گذاشتم که دیگه یعنی تکمیله که هر آموزشی در مورد موومنت میخوای تو پیجم هست. و این موومنت رو میزنی، حالا با HS باشه، یه دیلی داره که اون دیلی تا بیاد تیر بعدی رو شما با موومنت میتونی حل کنی. ولی روی بیوای اینجوری نیست. شما با بیوای خیلی راحت‌تر میتونید فست ADS بزنید و سری به سری خشابت میکنه. اگه دنبال آموزش‌های خفن هستی، اول این پست رو لایک کن و اینکه